برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه می روید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله می رساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روز خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمی رود، همون مردم روز باید دوست بداره، با همون خیل کارگر برای خودشون باور میکنند. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ الان خدایی که تو وای عبادت میکنی و الا کی تو را باور میکند 10 تین 1 سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنین، شما صبر کنین. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسکا کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخن ها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنیم. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اونجا این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانم. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای این دادرای عزیز هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه می روید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله می رساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روز خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمی رود، همون مردم روز باید دوست بداره، با همون خیل کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ الان خدایی که تو وای عبادت میکنی و الا کی تو را باور میکند 10 تین 1 سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنین، شما صبر کنین. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسکا کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنین این سخن ها را در گوشتان گیرین و